از اول گفتگو تا الان درباره درگذشت حضرت آیت الله 2 بار گفتید کشتن، الان گفتید فوت. قویاً معتقدید ایشون رو کشتن؟ بله. برای اولین بار نکته این هست پیرامون این موضوع بفرمایید. اینو غیر از اون ماجرای اشعری رادون و نمیدونم استخر فرح و این حرفا من و فاتی اینو بارها تو مسابقه های اعلام کردیم و اینو علنی کردیم، یعنی گفتیم حرفامون رو در این باره. چیز جدیدی ندارم. ولی شما معتقدید کی کشته؟ امیرکبیر رو کی کشت؟ ناصر فرمان ناصرالدین شاه با توطئه مهدولیا مادرش. خب بالاخره وقتی یکی رو میکشن تو رأس حکومت، یعنی بالاخره بابا جایگاهش که پایین نبود که، بالاخره یه مجموعی با هم دیگه هم درگیرن تو این یعنی مثلا معتقد نیستی مثلا اسرائیل ترور کرد؟ نه این اعتقاد نداری؟ داخلیه. خب نه اعتقاد ندارم. البته بعضی حالا میگن که اسرائیل روسیه نمیدونم فلان از این حرفا. نه من معتقدم داخلیه. بسیار خوب. به زندان اشاره کردین که به مهندس محسن ببینید بابا دیگه در واقع یه جوری چیز شده بود دیگه، چی میگن، یه اصطلاحی هست چی؟ آفرین. یه جوری انتقاد میکرد، به حال طرف مردم ایستاده بود، احساس کردن صدمانه ایشون برای اهداف خودشون دیگه. آره به حال به نظر من بابا نباید باشه که اونا بتونن هر کاری میخوان بکنن و بعد مملکت رو دیگه خیلی زیبا به اینجا رسوندن دیگه. بابا یه جوری مانع بود دیگه براشون، یه جوری بعد جایگاهی هم نداشت که حرفش شنیده نشه، بتونن باهاش برخوردی بکنن، مثلا زندانش بکنن، نمیتونستن این کارو بکنن، بنابراین بعد حذف میشد دیگه. مانع بود، یا به قول ایشون یه خاری بود تو چشم دیگه که دیگه نمیشد ایشون رو تحمل کرد. به زندان اشاره کردین، گفتین که داداشم اومدن. چیزم بود انتخابات‌های اخیری که بابا توش بود، مثلا بابا رو رد صلاحیت کردن برای ریاست جمهوری، بابا رئیس جمهور تعیین کرد. انتخاباتی که مثلا گفتن لیست انگلیسی رأی آورد، یعنی انتخابات شورای شهر کامل رأی آورد، یعنی انتخاباتایی که بابا وارد میشد، البته خب مجموعه اصلاح طلبان هم کنار بابا میستادن دیگه، وارد میشد اون انتخابات برنده میشدن، یعنی همه جوره بابا داستان را داشت به هم میزد دیگه، یعنی در واقع نمیتونستن اون روش ها و چیزایی که داشتن ادامه بدن، یه جوری مانع داشتن برای هر چیزی و باید حذف میشد. بسیار خوب. درباره این خودمه میگم، در هر حاکمیتی اندک خردی باشه. ای کاش اینقدر عقل بود. نیست، عقل نیست. ببینید شما وقتی عقل رو داری از تجربه استفاده می‌کنی، تاریخ رو مرور می‌کنی. خب مگه هر حاکمیتی ای کاش عقل بود. نمیخواد ادامه پیدا کنه. خب ببینید سیستم‌های چنین حاکمیت‌هایی اینه که فکر می‌کنن تداومشون تو اینه دیگه. من یه نمونه مثال کدوم حاکمیتی با روبروی جامعه وایسان تداوم پیدا کرده؟ خب اینم سال‌ها می‌کنن دیگه. مثلا شما همه مثلا برین صدام، برین نمیدونم کیا رو داشتین نام ببرن، قذافی، بشار اسد، سالها بودن دیگه ولی بالاخره رفتن همشون. خب اینجا رو داشتیم فصلشو باز می‌کرد. آره خب. ببینید یه تفکری که وجود داره، البته این مصداق براش داره. بابا یه بار به سال 88 بود، بعد از اون جنبش سبز و حال به حال خیلی دستگیر شدن، تعدادی کشته شدن، بالاخره خیلی خانواده‌ها دچار ناراحتی و عذاب شدن سر اون داستان‌ها. بابا یه بار داشت میگفتش که بیایم مالی 89 شد، تموم شد، مردم رفتن تو خونه هاشون، یه دلجویی از مردم بکنیم، بالاخره زندانی‌ها رو آزاد کنیم، گذشت این قضیه، مردم رو مثلا بهشون برسیم، گناه دارن مردم. جواب چی شنید؟ من اگر این کارو بکنم، یه قدم بیام عقب، سرنوشت شاهو دارم، مردم 10 قدم میخوام بیان جلو و من بعد از این کشور برم. یعنی اون کسی که شما میگن ای کاش عقل و چرا متوجه نمیشن که باید به خواست مردم توجه بکنن تا تداوم داشته باشن، اتفاقا برعکس فکر میکنن اگر شما یه حرف مردم بگیم باشه تمومی نداره، دوباره بعدی میاد بعد میشه شاه، بعد از این کشور بریم. یعنی من همچین جوابی رو میفهمم. حالا اگه خواستین بعداً بهتون میگم کی اینو گفته. نه در گفتگو میخواید بگید، مشکلی نداره. در گفتگو نمیگم. قبلا گفتم ولی الان دیگه نمیگم. ما کلی از سر نترس شما تعریف کردیم. خانم تو من باور نمیکنم در یکی از بالاترین مقامات. بسیار خوب. یعنی میگم اونا با چنین تفکریه که همراه با مردم نمیشن. میفهمم. فقط من نمیفهمم، اینو نمیفهمم. مگه میشه که اینقدر عقلم تو حاکم؟ من باور نمیکنم. حالا اتفاق افتاده دیگه، چرا باور نمیکنی؟ اصلا ما داریم میبینیم همین چیزا. میدونم بروز و نمودش. به نظرتون دلیلش چی میتونه باشه؟ نمیدونم، بروز و نمودش یه جوریه که ما فکر میکنیم عقل نیست. خب نیست، واقعا نیست.